ما بابای ویلول بیدن همی خطی رو زندگی میکنم 14 ساله همینجا زندگی میکنم ده بورسیلم زد یک بورسیلم زد اهمیت ندادم گفتم خونم سوزای خونم استحکم اهمیت ندادم ایدو فرکه دید شکسته شدم بسیار افکار شدم میگم که خیلی چیزی که از حکومت بیه یوردم ممکنه که همی ما یک جای برم که همی خیلی اوسیب نبینه دیگه فرزندم در دوغی فرزندم من نبینم در خانه شیشتگی بدم که یک بارانی توقه رنگ جولا وری اومد گفتم که یه جولا زد اخترو را که کرچکو رو او میبره خندیدم گفتم که بچم نخندین که چیزی اومد چی بلایی اومد گفتم میخیزم که باران سخت شد خمیر ما پرت گفتم می چیکار کردن من ندونستم بچم همین گودکان گریستن اومدن دست قپیدن در همین دلون برو وردنم نگاه کردم که ای همه خونم سل سر زد برو اومد نگاه کردم که اردم باکلچکای روغنم دیگه طبق تمچکا و یخدم پختون هم مرا کرتم سل کند بود بچم دیگه ندونستیم که چیکار کنم همین روی اولی در رسیدیم موندیم یک بچم دوید اومد دستمون گرفت ای خونه بیرون کرد ای خونم ولنگور شد کاش که همین اولی ما پولی میبود و خونم من میبود بچه جون که در میدان موندیم دیگه نداریم یک اون چیزی که سرمونا پناه کنیم ده تدختر خونه ویرون یک بچه اینا ای بانک تون گرفتگی گاو ما برده این ای پودا نیومد ساعت چند بود؟ نه ساعتی 2:30 در سر شد ساعت 6 بود شما چی ضرر دیدین؟ ای خونه تا میسا کورپچه ای خونه کورپچه را بود هم مرا بور کردم قشلاق روی کردم و کورپچه را طبق کوسر قلین پلاس هم ای ضرر دیدیم دیگه یگون چیزم آورد نمونده یک ده قلین مونده و علوی میشن و را یگون استفاده برده نمیشه شون اینا میگه بردیم ششتیم کل لوی ایدرشون برومدی است کل لوی دروشون هم تری با اینا ام چی اس اومد چی بروور ایر با بیل بروور ایروی قلینو همه 4 خونه همه پریخر دیگه هم نمیدونم که چیکار کنم آزیر میسا کودکاتون در کجا میستن؟ کودکمون نمی خونه نمی یک دگونه نمی کورکن دور نمی دخترم یک جدا کور میکنه همون جاده شوی همون جاده نو مخدم خطی یک بچه میدکم و مردکم نمی خونه نمیستیم که همه چیزمون در بیرون نمی تخته پخته و شفنیر نمی رو برو ورده امور خی یگون کسبونا بره بو یگون علوی پلوی ده کور بیان برای نمی بچه بس است میرکن همه هم مشکزت هم بچه همون وانیو را برده چی که بکلش کو غلطی دگی دهشتی سخت نمیاد او آوی که ما دیدیم امیل نه نتیجه من دیگه در روزای نمیگذره این همه خرابوی نمیام چای مونه چای خوق نیفتم چای بخورم همه را شوشتای برده چای نکم هو ایو پایون دیگ ما حوالی هم سیار رفتم آوردم طبق ما همه شکستگی بلنگور شگرانه همی کماتی موکی مستحکم های خیست پرسپوس مون میکنه دستگیری مون میکنه و میویا میره و همی پروردگار مومدی رحمان هزار ساله کنه در طوری سر ما دویم بوشه ما دست به دویم که همی خدا همی تنجی همونی شوه و همی بچه های ما در طوری سرمون بوشه خدا همی کم اوته و غمانته پروردگاری کریم هممون تنج باشیم با یک نولانون باشیم همی تنج باشیم همی خدای مومدی رحمان قطعی بچه‌اش در طوری سرمون دویم سبز منور بود برای نمی بچه را زنگیری شد 10,000 ایوان قرض 13 تا گرفتیم 11 همون دادن 10,000 دیگه خودم مای پنسی هم جمع کردم قطعی پنسی مسافیدم 13 تا کردم همون جا موندم تو دویدم گرفتم که 7-8 هزارش نیست
خیلی همین یک تایلوقچا گفتم 4.5 تده برای همین کشتن همین معرکه کی اورانی سیل بور گم که دیگه نه روزای نیومد دیگه هیچ کمیگه نبودش نمیکوه کیلواتو نبرد؟ کیلو همین ده چلا یادست هیچ نیست ای دوره سایز یادست چون یک یخدان بوده یک ده چلا درنی همون داود یک پرگوشوری سموار بود قطعی هم یخدان بردش یخدانی سایز بود یخدانی کلانی خوشبو بود بردش اینا دیگه خیلی چی بود سیل زده بوده ای خیلی وسیبی سخت ندیده بودیم انا اوچین اولیومون زده برده بود ما اولی من دوست که می داشتم خانم که مستحکم بود گفتم ما را هیچی نتن در کور نیسته همین خانم ده میشینیم خیلی دو کردن برای خانگی دو نکردم من هیچ جا نرفتم من گفتم هیچی در کور نیسته ایمده همین خانم سوزه ندادن من بعد یگون زمین ها نرسون گفتم مثلا یه زمین ممکن که زمین رو ندادن عریضه زمین من ندادن داجی عریضه داشتم 2006 عریضه اما عریضه زمین ندادن امروز بیا پگا بیا روز دیگه بیا میره حکومت فقط شگروناش همین خیلی بگنم بخواه چیکار کنم ما همین آدمی خانشینم ما همین سوداگری بزرگ نمی بشینیم سودا میکنیم بزرگه یک چورتینی او میام روز ما میگذرونم هیچ جا نمیرم هیچ جا دو نمیکنم این همین خیلی آدمم شگرونای